درود بر شما دوستان و همراهان گرامی پادکست پارادوکس. در قسمت قبلی پرداختیم به هجرت پیغمبر صلی الله و در بستر خوابیدن مولای متقیان علیه السلام و اینکه اون حیلتگرانی که برای پیغمبر و مسلمانان حیلت ساختن، مکر کردن و قصد کشتن اونا رو داشتن. و بعد پرداختیم به جنگ های حضرت رسول و جلوتر هم به لقب دادن پیغمبر به حضرت علی، لقب ابو تراب، و بعد چه اتفاقی با ابوبکر افتاد، نازل شدن سوره عنکبوت رو گفتیم، همه اینا چجوری اتفاق افتاد و جنگ هایی که میشد بر سر چه چیزی بود، یعنی هدفشون از این جنگ ها چی بود، سران این جنگ ها کیا بودن، پرچمدارانشون، بازوبند دست اون جنگ کی بود، به اصطلاح امیر اون جنگ که بود، چه شد، چنین بود و چنان بود، همه رو تعریف کردیم. خود تبری شاخه فرعی زده اینجا و به این قسمت پرداخته که چجوری کعبه مکه تبدیل شد به قبله مسلمانان و اصلا چجوری برگردانده شد به مسلمانان. میپردازیم به ماه شعبان همون سال که این اتفاق افتاد، ادامه داستان رو تعریف میکنیم. تبری میگه پس بدین ماه شعبان اندر خدای عزوجل به نیمه ماه قبله پیغامبر باز مکه کرد و از بیت المقدس بگردانید. دقیقا توی تقویم هم هستش توی شعبان که اون روز بازگرداندن قبله مسلمانان از بیت المقدس به مکه است و اون روز رو جشن میگیرن و اون روز رو مهتر میدانند. و همه جهان را قبله که سجود کردندی دو بود، عرب را کعبه بود و جهودان و ترسیان را بیت المقدس بود. یعنی قبل از اسلام قبله مسلمانان، قبله به معنی مقصود، به معنی جایی که شما بهش نگاه میکنی، جایی که شما خدا رو فرزن اونجا فرض میکنی و مقدس و تقدس اون مکان رو نشون میده. ترسیان و جهودان یعنی یهودیان و مسیحیان قبلشون بیت المقدس بود و قبله مسلمانان هم یعنی عرب، هنوز مسلمان نه، عرب را کعبه بود. ببینید وقتی میگه عرب یعنی دوره قبل از اسلام رو میگه. جهودان و ترسیان هم بیت المقدس که آن مسجد سلیمان ابن داوود بود، یعنی حضرت سلیمان که پسرش داووده. همشون یهودی بودن. بهتون توی قسمت قبل گفتم پیغمبرای یهود یکی دوتا نبودن، پادشاهاشون رو پیغمبر میشمردن. یعنی داوود، امپراتوری داوود در بیت المقدس، در اسرائیل کنونی، همه اینا رو اگر توی اینترنت و گوگل سرچ بکنین متوجه میشین که از که به که رسید، چگونه رسید، پیغمبرا یا همون پادشاهاشون کیا بودن و از قبل چه کسایی در آن مکان ساکن بودن و فلسطین و لبنان و اینا چگونه به وجود آمد. همکنون هم که بحثش خیلی داغه، خوبه که حتما یه سرچ کوچیک و یک گریزگاه کوچیکی بهش بزنید. اینجا میگه که و جایگاه فاضل است و موسی و عیسی علیه السلام قبله آنجا کردند. بخاطر اینکه جایگاه اون پیامبرا بوده اونجا رو قبله خودشون میدونستن. پس چون پیغمبر علیه السلام به پیغمبری در آمد، به مکه نماز کردی و روی سوی کعبه کردی. پس چون به مدینه آمد، قبله جهودان و ترسیان را بود و ایشان روی سوی بیت المقدس کردندی و اهل مکه نیز هر کی بت پرست بود و بت را سجود کردی سوی کعبه کردندی. پس خدای عزوجل پیغمبر را بفرمود که تو نیز روی سوی بیت المقدس کن، چون نماز کردی روی آنجا کردی تا با ایشان موافقت کرده باشند و خلاف نبود و با ایشان نزدیک باشند. یعنی خدا بهش دستور داده بوده که فعلا به بیت المقدس سجود کن تا خودم بهت بگم کی. بعد میگه که و خلاف نبود و با ایشان نزدیک باشد. پس از آن پیغمبر را آرزو چنان بود که او را قبله باز کعبه کند. یعنی پیغمبر خودش دوست داشته که قبله به سمت کعبه باشه، نه به سمت بیت المقدس و اسرائیل و اونورا. تصمیم گرفت که با خدا یه مقداری اختلاط بکنه، حالا طبق چیزی که خودش میگه، یعنی اینطوری. پس از آن پیغمبر را آرزو چنان بود که او را باز قبله کعبه کند.
آن کجا قبله ابراهیم و اسماعیل بود. و هر روزی خدای را ادعا کردی و روی سوی آسمان کردی و حاجت خواستی. یعنی اصلا خدا داشته باش مخالفت میکرد، خودش یه وقت نمیخواست، یعنی خدا نمیخواسته، یعنی خود پیغمبر میخواسته کعبه رو تبدیل بکنه به قبله، جوری که عقیده خودش بوده، عربستان رو بزرگ بکنه، عربستان رو تبدیل به مرکز و سنتر دنیا بکنه. در اصل همونطور که میدونین هر کسی که از یک جایی برمیخیزه و ادعای جهانداری و جهانگیری میکنه، ادعای بزرگی میکنه، دوست داره وطن خودش رو قبله بکنه، وطن خودش رو گذرگاه جهانیان بکنه. همونطور هم که میبینین اینجا داره از خدا حاجت این کار رو میگیره. پس به سال هجرت و دیگر سال سوی پیغمبر سوی بیت المقدس نماز کرد تا ماه شعبان در آمد روز سه‌شنبه نیمه شعبان. خدای عزوجل آیت فرستاد و گفت پس پیغمبر علیه السلام روی سوی کعبه گردانید در همان روز. آیه اومد، سورش هم زده و اینکه سوره آل عمرانه و میگه که پیغمبر دیگه بس نماز نکن به سمت بیت المقدس، نمازتو رو به سمت کعبه مکه بکن که اینطوری مسجد الحرام هم اونجا قبلا ساخته شده بود. بله. و چون پیغمبر به مدینه آمد به ماه ربیع الاول اندر و در آن سال بگذشت. دیگر سال به ماه محرم اندر آمد و جهودان را دید روز 10 محرم که روزه داشتند. میدونید که روزه گرفتن، گوشت حرام نخوردن، دست ندادن با نامحرم، حجاب، نمیدونم نجاست، همه اینا واسه یهودیانه. یعنی در اصل قبل از دین اسلام همه اینا وجود داشته. میگه که روز 10 محرم اینا روزه داشتن و این روز را روز عاشورا خواندندی. پیغمبر علیه السلام پرسید که این چه روزی است شما را؟ ایشان گفتند که این آن روز است که خدای تعالی فرعون را در دریا غرق کرد و موسی را برهانید. و آن روز موسی علیه السلام روزه گرفت شکرانه آن را و سنت است ما را این روز روزه داشتن. هر سالی پیغمبر علیه السلام مسلمانان را بفرمود تا آن روز روزه داشتن و گفت من سزاوارترم به سنت برادرم موسی بن عمران. پس پیغمبر ترسیان را دید که 50 روز روزه داشتن. پیغمبر علیه السلام آرزو آمد که اندر شریعت او این روزه بود. پس چون ماه شعبان به آخر آمد خدای عزوجل روزه ماه رمضان داشتن فرض کرد و هم اندر این سال آیت فرستاد یا ایها الذین آمنو کتب علیکم صیام کما کتب الذین من قبلکم، یعنی الیهود و الانصار. گفتا یا مؤمنان روزه بر شما فریضه کردم همچنان آنان که پیش از شما بودند از جهودان و ترسیان. و عیسی علیه السلام 30 روز فرمود و ایشان خیشتن همی افزودند تا آن روز به 50 روز بردند. بله، اینطوری شد که ماه رمضان و تقلید رسول از دین یهود و دین عیسی این بود که اونا 50 روز روزه می گرفتن. روز 10 محرم هم یهودیا برای اینکه فرعون خدا در دریا غرق کرد و موسی را برهانید به احترام و شکرانه کردن آن روز روزه می گرفتن. این گونه شد که تصمیم پیغمبر اسلام هم این شد که اونم آرزو داشت، همین که خودشون دارن میگن پیغمبر آرزو داشته که تو دین و شریعت خودش هم این سنت رو قرار بده تا مسلمانان بهره ببرند. حالا میرسیم جلوتر که این روزه کی واجب میشه و کی خیلی روش تاکید میشه و بعد از فتح مکه این روزه دقیقا تو ماه رمضان همون سال بعدش مکه فتح میشه و خیلی خیلی شما تصور کنید 10,000 تا آدم شمشیر به دست و مرد عرب گرسنه اونجا همه دارن تو شهر قدم میزنن. خب
به هر حال باید یه جوری جلو اینا رو گرفت. حالا میرسیم. موسی علیه السلام روزه را روزی واجب کرد، خاصه از بحر مناجات و 30 روز از ذی‌قعده. پس موسی 15 روز دیگر بیفزود و آن ماه 30 روز بود، چنانکه خدای تعالی گفت شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان. و محمد ابن جریر این قصه اندر این کتاب سخت نیکو گفته است. پس چون ماه رمضان بگذشت، پیغمبر علیه السلام صدقه روز عید واجب کرد، همون کفاره و همین چیزایی که ما میدیم. حتما اگر تو خونه خودتون دیدین قطعا این رسم و رسوماتو که از فرد بزرگ خانواده این فطریه رو دست به دست میکنن و از بزرگ به کوچیک میدن و بعدش میرن میدنش به یک عالم دینی یا همون آخوندی که خودمون میدونیم که اونم بره به فقرا کمک بکنه یا حالا هر چیز دیگری که به خودشان مربوطه است. روز عید بیرون آمد از مدینه و به مصلا رفت و نماز کرد، یعنی روز عید فطر، و اندر خطبه صدقه فطر فرمود. چون دیگر سال محرم اندر آمد و روز عاشورا بود، پیغمبر بفرمود که روزه دارند و مردمان همی داشتند، مردمان هم گرفتند. پس اندر این ماه رمضان پیغمبر علیه السلام به غزو بدر بیرون شد و روز 17 ماه رمضان بود، روز آدینه، این روز جمعه که پیغمبر به بدر حرب کرد. روز یعنی اون جمعه رمضانی هم که روز جنگ حربه، یه روزی هم توی ماه رمضان، نمیدونم آخرین جمعه ماه رمضان رو بهش میگن روز قدس، نمیدونم به اون ربطی داره یا نه. البته اینو امام خمینی ساخت. و خدای عزوجل او را بر مشرکان مکه ظفر داد. این روز 17 ماه رمضان بود، روز آدینه که پیغمبر بعد حرب رفت. جنگ بدر که حرب بدر بود، سال بعد بهتون گفتم اتفاق میفته، ابو سفیان اینا رو میگیرن و سر زدن و آدم کشتن و اون انتقامی که پیغمبر بشارتشو داده بود، گفته بود من یه روزی میام، یه روزی میگیرم اینجا رو، سر تک تکتونم میزنم، انتقام کاری که کردین رو تک تک ازتون میگیرم. همون سال بعدش اتفاق میفته. حالا میگم بهتون چی میشه. همون ماه رمضان فکر کنم یا همون سال 17-18 روز بعدشه، چون اول ماهه، یا سال بعدش. حالا میرسیم. میگه که و این غزو را غزو بدرالکبری خوانند، یعنی اون بدرالصغیری که براتون خوندم قبلیه بود، این بدرالکبری است و این حدیث بعد حدیثی بزرگ است و محمد ابن جریر اندر این کتاب تمام نگفته بود و این قصه اندر اخبار مغازی و اندر اخبار تفسیر معروف است که هیچ غزو نیست از مغازی. پیغمبر علیه السلام که اندرو چند آیت آمده است از آسمان اندر این غزو و این غزو نخستین فتحی بود اندر اسلام و نخستین ظفر بود پیغمبر را بر مشرکان. و هم از این کتاب و هم از کتاب مغازی و هم از این کتاب تفسیر آنقدر که یافتم گرد کردم تا این قصه تمام شود. اینو خود طبری داره میگه انقدر که این غزو بدرالکبری بعد جنگ بزرگی بوده که هر چقدر حدیث و اخبار و تفسیر از این کتابای مختلف من جمع کردم باز کم اومده. یعنی داستان خیلی داستان پیچیده ایه. حالا بریم ببینیم، چون خیلی جنگ بدر بزرگترین ظفر و فتح این مسلمانان مکه است و مدینه است که همون مکیان همون قماقیش حضرت رسولن، عمو و عموزاده و پسر عمو و پسر خاله و عروس و دوماد و همه باش لج بودن. اونا تو مکه بودن، هر کی با پیغمبر علیه السلام خوب بود می اومد سمت مدینه که بهتون گفتم هجرت اتفاق افتاد. حمزه ابن عبدالمطلب و خالد ابن ولید و علی ابن ابی طالب و هر کسی که واسه خودش اسم و رسمی داشت و مولای پیغمبر بود، هم بزرگترینشون ابوبکر، عمر، اینا همه سمت مدینه بودن. حالا بپردازیم به خبر غزو بدرالکبری. پس چون از سال هجرت 2 سال بود و نیمه شعبان بیامد، یه فلش بک زد حالا به 1-2 هفته قبل. خدای عزوجل قبله پیغمبر به کعبه گردانید و فرمود
تا روی سوی کعبه کند چون نماز کند و هم بدین شعبان روزه ماه رمضان فریضه کرد. فریضت یعنی فریضه با زاده، با به معنی واجب دینی است، به معنی تکلیف دینی است. پس نخستین روزی از ماه رمضان خبر آمد پیغمبر را که بوسفیان ابن حرب کاروانی آورد از شام از آن مکیان با خواسته های بسیار و با او عمرو ابن عاص است و ابوجهل. ببینید اسما رو، عمرو ابن عاص فاتح مصر و بیت المقدسه، همین آدم کافر عمرو ابن عاص و همین آدمایی که به اصطلاح آدمای بدی بودن قبل اینکه فتح مکه اتفاق بیفته، همه آدمای بدی ان. الان ابوجهل که عموی پیغمبر، ابوجهل ابن عبدالمطلب و عمرو ابن عاص و همین ابو سفیان ابن حرب، اینا همه و تازه جالبش اینه که اینا همه به عبدمناف هم برمیگردن. یعنی ابو سفیان ابن حرب ابن عبدمناف و خود پیغمبر صلی الله او هم به عبدمناف برمیگرده، خود امام علی هم همینطور. همه این آدمایی که الان با هم دعوا دارن و با هم قهرن، به اصطلاح پدرشون یکیه، پردهدار کعبه بوده در گذشته. این خوب است که همه بدونیم و بدونیم که جنگ قبیله‌ایه، داستان قبیله‌ایه، داستان قوم و خویشیه. میگه که اون کاروانه اومد و 70 تن هم باشون بودن، داشتن از شام می اومدن. حالا کاروان خرید کرده بودن، جنس مثل داشتن می آوردن، حالا آدم بودن. و جبرئیل بیا آمد و پیغمبر را خبر آورد و بشارت داد و گفتا بیرون شو و کاروان را طلب کن و گذرشان به چاه‌های بدر بود و چاره نیست ایشان را از گذر کردن از آن جایگاه. پس پیغمبر علیه السلام مردمان را گرد کرد و به روزه در بفرمود رفتن و گفت خدای عزوجل مرا وعده کرده است که خواسته های ایشان به من دهد و دین مرا عزیز کند و ایشان بر دست من اسیر کند و نگفت که ما هر آیینه کاروان بگیریم. بله، یعنی چی؟ یعنی خدا بهشون گفته که دین من عزیزه، دین من بزرگه، مردم نترسین. به من دستور داده که هر کاروانی از اینجا رد میشه ما باید غارتش کنیم، بس راهزنی کنیم، سرش وایسیم. حالا اینو جبرئیل بهش داره میگه برو این کارو بکن، ولی در اصل اینطوریه که یه نفری باید اینو ببینه و مثلا به عنوان یک مخبر و یک راپورچی بیاد به خبرش رو به گوش پیغمبر برسونه. اینطوری بیشتر با عقل جور در میاد تا اینکه یه نفر بال بزنه. حالا من نمیخوام منکر این بشم، ولی اینطوری یه مقداری عاقلانه تر به نظر میرسه که یک نفر به عنوان راپورچی از دور یا از اون گذرگاه داره رد میشه، ببینه، بیاد سمت مدینه، خبرش دست به دست بشه، یک کلاق 40 کلاق بشه و به گوش حضرت ختمی مرتبت صلی الله برسه. و اینطوری نیست. باری میگن چاره‌ای ندارن که از این چاه‌های بد رد بشن. بعد یه مکانیه بین مکه و مدینه، مجبورن از اینجا رد شن. شما هم برید و بگیرید این کاروانو، غارت کنید. و مردمان پنداشتن که کاروان بگیرن و رنج بسیار نباید بردن. 70 تن برفتن هر کس به شتاب. و دیگر روز پیغمبر علیه السلام بولبابه را بر مدینه خلیفت کرد و خود به شتاب برفت و مردمان سوار و پیاده برفتن از پس پیغمبر علیه السلام و سلاح تمام بر نگرفتن، یعنی سلاح کم بردن، باش رفتن و با پیغمبر 360 تن بودند. 300 تایی 400 تایی رفتن به جون 770 نفر. به روایتی دیگر 313 تن بودند. حالا این روایت 313 تن میرسه به هم سمت خرافات و مثلا اینجور چیزا. یه سریا میگن و 340 تن میگه درست‌تر آن است که 340 تن بودن، یعنی از 360 تن کمتر. حالا بینش اختلاف دیگه، میگم کلا تاریخ‌ها با تاریخ‌ها فرق داره. 70 بر جمازه و دیگران پیاده بودند و پیغمبر علیه السلام بر شتر خیش بود، آن شتر که نام او عزبا بود با زاد و عین، که گوش بریده بودند به دو نیم
و از این 313 از مهاجر 77 تن بودند و از مردمان مدینه 236 تن بودند. به میان مهاجرین اندر ابوبکر بود و عمر ابن خطاب و علی ابن ابی طالب و عثمان ابن عفان رضوان الله علیهم. و رقیه دختر پیغمبر که زن عثمان بود سخت بیمار بود و پیغمبر عثمان را بفرمود که تو بازگرد که رقیه بیمار است. و از انصار از مهتران سعد ابن معاذ بود و از همه مهتران خزرج. پس مردمان گفتند اینقدر مردم بس است آن کاروان را، و پیغمبر نیز بیشتر به مردم نبرد. چون یک منزل بشد ایشان را عرض کرد و 5 تن را که خرد بودن، یکی عبدالله ابن عمرو ابن لیلی را و دوم رافع ابن خدیج را و سوم زید ابن ثابت را و چهارم اسید ابن زهیر و پنجم امیر ابن ابی وقاص با عین را بفرمود تا بازگردند. پس امیر و سعد ابن ابی وقاص را خواهش کرد تا پیغمبر را شفاعت کرد تا پیغمبر او را با خود ببرد و این هر 4 دیگر بازگردانید. یه خلاصه بگیم، عثمان 2 تا زن از دختران پیغمبر داشت. یه سری هم میگن که حضرت علی مثلا یک زن از پیغمبر، یک دختر از پیغمبر داره و نمیدونم نسل پیغمبر رو ادامه داد و به هر حال عثمان هم همین بوده. یعنی این ادعا کاملا نقض میشه توسط یک سری از شیعیان و یک سری از آدمای اهل سنت که امام علی یک زن از دختران پیغمبر داره. این یک ادعای باطله، چون عثمان ابن عفان 2 زن از دختران پیغمبر داشت که یکیش اینجا هم مریض بود. حالا میرسیم به زن دومی هم که داره. این ادعا کاملا باطله. و سعد ابن ابی وقاص که واقعا آدم حرب پسندی و جنگ پسندیه، اونم شفاعت میکنه، التماس میکنه که با خودش برن. پیغمبر میگه همینقدر کافیه، نمیخوایم زیاد کشته بدیم، نمیخوایم زیاد اسیر بدیم. پس پیغمبر علیه السلام به شتاب برفت تا به بعد شود و راه بوسفیان بگیرد. چون به 2 منزلی آمد خبر رسید که کاروان هنوز نگذشت. پس به آن منزل بنشست و از آن راه زان سوتر شد تا چو کاروان بوسفیان آید و او را بر راه نبیند یا خبر به وی نشود و بگریزد. و جبرئیل علیه السلام بیامد و پیغمبر را آگاه کرد که خدای عزوجل اندر این غزو به همه حال ترا نصرت کند. نمیدونم منظورش چیه، یعنی به کسایی که باطن نصرت میده، یاری میده، کمکتون میکنه. پس پیغمبر علیه السلام 2 تن را از بزرگان مهاجر بخواند، یکی طلحه ابن عبیدالله و دیگری سعید ابن زید ابن نفیل یا نفیل نمیدونم، و ایشان را بر جمازه نشاند. جمازه یعنی همون حالا اون 4 پا یا اون چیزی که داره حمل میکنه. و بادیه فرستاد سوی راه تا خبر بوسفیان بجوید. حالا جمازه شاید از یک اسب سریعی میاد، چون شتر که نمیتونه سریع بره و خبر بیاره. ایشان را ز بادیه راه گم کردن و به حرب بدر نرسیدن. یعنی این 2 تا که رفتن خبر بیارن راه گم کردن تو بیابون و گم شدن. بیابان به هر حال شنزار دیگه، رد پا نمیمونه. همونطور که فردوسی شاعر بزرگ عربا رو و آدمای اهل عربستان رو اینگونه خطاب میکنه که میگه سواران نیزه گذار. یعنی چی؟ یعنی کسانی که نمیتونسته بگه عرب، میگفته سواران نیزه گذار. در عربستان برای اینکه راهو گم نکنن تو بیابان نیزه میزدن روی زمین و اون نیزه ها رو حالا با یه حالتی پارچه مانند میبستن، یه پارچه‌ای به سرش میبستن که راهو گم نکنن وقتی برمیگردن. چون وقتی که باد میوزه رد پای اسبا و شترها گم میشه و اینا ممکنه راهو گم بکنن و اینا هم چون عجله داشتن نتوانستن به سبک سواران نیزه گذار عمل بکنن. ببینیم ادامهش چی میشه. میگه ایشان را ز بادیه راه گم کردن و به حرب بعد نرسیدن. پس 2 تن دیگر را بخوان، یکی را نام بس ابن عمرو و دیگر عدا ابن ابی زقبا و ایشان را بر جمازه بفرستاد تا به سر چاه بعد و گفتا بنگرید تا بر سر چاه بعد هیچ کس را ببینید که خبری از کاروان دارند یا نه.
عرب را آیین چنان است اندر بادیه، که چون به سر چاهی یا منزلی کاروانی فرود آید، طعام و علف آوردن و به مردم کاروانی فروشند و با ایشان بازرگانی و خرید و فروخت کنند. رسمشونه که اگر هر کی میاد سر چاه با اسبش آب بخوره یا چی، براش غذا میارن و براش چی جنس میارن تا باش بازرگانی کنند و فروخت کنند، اینجوری که خودش میگه خرید و فروخت، نه خرید و فروش. پس این جهنی و یارش برفتن و بر سر چاه بدر آمدن. مردم را دیدن آنجا نشسته و علف آورده و آنجا نهاده منتظر کاروان، و ایشان را به نزدیک چاه آمدند و شتران را بخوابانیدند و بیامدند که آن مرد را بپرسند. دو زن را دیدند که یک دیگر را تقاضا همین کردند. یکی مر یکی را گفت که آن سیم که مرا بر توست بده. دیگری گفت فردا کاروان آید به سر این چاه و من چیزی بفروشم و سیم به تو دهم، یعنی پول بهت بدم. ایشان چون این سخن بشنیدند هیچ نگفتند و متحره ها پر آب کردند و بر شتر نشستند و برفتند و پیغمبر علیه السلام خبر دادند. و چون ایشان را ز سر چاه بازگشتند، همانگه بوسفیان ابن حرب و عمرو ابن عاص فراز آمدن از کاروان و بوسفیان به حد یثرب اندر آمده بود و خبر همی پرسید از پیغمبر و یارانش. چون به 2 منزلی برسید، کاروان آنجا بداشت و گفت شما اینجا همی باشید تا من به سر چاه بعد شوم و خبری بپرسم تا کس از یثرب آمد از یاران محمد به طلب کاروان یا نه. پس چون به سر چاه بدر آمدن، اشتران را آب دادن و خود آب خوردن و متحره ها پر آب کردن و آن مرد را که بر سر چاه نشسته بود بپرسیدند که چطور نامی؟ گفت مجدی ابن عمرو. گفت از کدام قبیله ای؟ گفت از جهینه. بوسفیان گفت از دزدان یثرب هیچ خبر داری و تا امروز کسی از ایشان سر این چاه آمد؟ آن مرد گفت